سلام بیننده عزیز، سرخط خبرها را از رادیو آزادی تقدیم میکنیم. تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار از فروش برق فایده دیده است. نقشه دعوت به ارتش تاجیکستان هنوز پایان نیافته است. پرزیدنت ازبکستان بیش از 400 محبوس را عفو کرد. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین میگوید امروز قواهای روسیه شهرهای شرق این کشور را هدف حمله‌های بی‌رحمانه قرار دادند. ستاد می‌افزاید که شهرهای بهموت، اودیفکا، دونتسک و چند منطقه ولایت لوهانسک و خارکوف بمب و موشکباران شدند. در شهر سیواستوپل، مرکز نیم جزیره کریم اشغال شده که پایگاه فلات بحری نیروهای روسیه میباشد، صدای بلند ترکش شنیده شد. خبرنگاران رادیو آزادی از قول رهبری از طرف کرمل تعیین شده سیواستوپل گفته است که ترکش در نتیجه محو نمودن هواپیمای بی‌سرنشین به عمل آمده است. تاجیکستان از فروش نیروی برق در 9 ماه امسال بیش از 100 میلیون دلار فایده دریافت کرده است که 10 میلیون دلار بیشتر از همین دوره سال گذشته می باشد. آژانسی آمار تاجیکستان با نشر حسابات گفته است که سال گذشته در 9 ماه تاجیکستان به بیش از 91 میلیون دلار نیروی برق به خارج کشور فروخته بود. حالا در اکثر دهات تاجیکستان نیروی برق با محدودیت داده می شود. اولی ماه اکتبر شرکت برق تاجیک تصدیق کرده بود که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. مقامات در شهر این موضوع گفته بودند که به خاطر احتمالاً تا بهار نرسیدن ذخیره آب در آب انبارهای نیروگاه‌های کشور در انتقال برق محدودیت جاری کردند. مسئولین از ساکنان دعوت کرده بودند که برق را صرفه‌کارانه استفاده برند. مقامات پیشتر گفته بودند که بیشتر در فصل گرما به خارج کشور برق صادر می‌کنند و در زمستان آن را کم می‌کنند. آژانسی آمار نیز گفته است که در ماه اکتبر نظر به ماه سپتامبر فروش برق از 1 میلیون دلار کمتر شد. پیشتر برق تاجیک اعلام کرده بود که بر اساس قرارداد با شرکت برشنای افغانستان در سال 2022 در تابستان به این کشور برق بیشتر می فروشند، ولی آن را در زمستان به مراتب کم می کنند. از آخر ماه سپتامبر ساکنان در شهر و نواحی شکایت کرده بودند که برق را با محدودیت دسترس می کنند. روز 12 اکتبر شرکت برق تاجیک محدودیت یا لیمیت را تصدیق کرد. در دوشنبه مؤسسه مخصوصی اراده که با تعلیم کودکان گرفتاری اوتیسم و یا در خودماندگی مشغول بود از صاحبان بنا دستور گرفته است که تا آخر سال جا را خالی کند. این سازمان را عائله نصرالدین وفا که یک پسرشان اوتیسم دارد 9 سال پیش تأسیس داده است. در این مدت به 1400 کودک و نورس جوان دارای اوتیسم و والدانشان کمک رساندند. به جای ماندن و برهم خوردن مرکز به گفته مسئولان اراده، طفلان در خود مانده و والدینشان رنج زیادی خواهند کشید. در این باره همکارانمان گزارش تهیه کردند که در برنامه اخباری امروز پیشکش می شود. وزارت دفاع تاجیکستان روز 1 دکبر خبر داده بود که موسم دعوت به ارتش پایان یافته است، ولی منابع رادیو آزادی میگویند که نقشه دعوت در چند شهر و ناحیه اجرا نشده است. دو همصحبت رادیو آزادی در کمیسیه دعوت شهر دوشنبه و ولایت ختلان گفتند که نقشه دعوت را در بیش از 15 شهر و نواحی تابع مرکز و ولایت ختلان اجرا نکردند. وزارت دفاع هر سال حسابات میداد که چند درصد نقشه اجرا شده است، ولی در خبرنامه امسال آمار ذکر نشد. تنها گفته شد که دعوت پایان یافته است، ولی تاکید نشده بود که آن مقداری که برای ارتش سرباز لازم است جلب شده است یا نه. در خبرنامه وزارت تاکید شده بود که دعوت جوانان سن خدمت برای آموزش و آمادگی دوام میکند. منابع رادیو آزادی گفتند که در جلسه ویژه وزیر مدافعه با کمیسریات‌های حربی شهر و نواحی که نقشه را اجرا نکردند گفته است که نقشه دعوت را باید تا 15 دکبر پر به انجام رسانند. نظر وزارت دفاع به این معلومات الحال دسترس نشده است. دعوت تیرماهی جوانان از 18 تا 27 ساله در تاجیکستان روز 1 اکتبر آغاز شد و روز 30 نوامبر به پایان رسید. در این مدت شکایت از حالت‌های مجبوران به ارتش جلب کردن جوانان بیمار و با شیوه گوناگون زیر فشار قرار دادن نزدیکان جوانان تقریبا از همه منطقه‌های کشور به دست رادیو آزادی رسید. مقامات پیوسته تاکید می‌کنند که ابله یا دعوت زورآورانه به ارتش وجود ندارد. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان 402 محبوس را عفو کرده است. قرار عفو به مناسبت 30 سالگی سرقانون این کشور صادر شده است. طبق فرمان پرزیدنت ازبکستان
17 محبوس خارجی، 63 زن، 26 مردی از 60 ساله بالا و 19 نفری که برای عضویت در سازمان‌های ممنوع در زندان بودند پرره آزاد شدند. از مجموع عفو شده 128 کس از ادامه جزا کاملا آزاد، 201 کس شرطاً پیش از مهلت آزاد و جزای 15 تن دیگر سبکتر گردانیده خواهد شد. از 402 تن شامل عفو 222 کس محبس‌ها را ترک می‌کنند. 121 تن را از نظارت پلیس خارج و مهلت جزای 58 تن دیگر را کم می‌کنند. پیشتر از این بخشیده به جشن نوروز در ازبکستان 75 زندانی عفو شده بود. سال گذشته نیز به استقبال جشن سرقانون در این کشور 182 نفر از زندان رها گشتند. در تاجیکستان سر و صدا بود که در جشن روزی استقلالیت یا به مناسبت عید سرقانون در 6 نوامبر عفو محبوسان صورت میگیرد، ولی چنین کاری صورت نگرفت. آخرین عفو به مناسبت 30 سالگی استقلالیت ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان صورت گرفته بود. بر اساس آن به گفته مقامات 11,500 نفر از جوابگری جنایتی و ادای جزا آزاد گردیده بودند. نگاه به قرب اسعار در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان برای روز 8 دکبر قرب 1000 روبل روسی را 158 سامانی و 50 دیرم، یک دلار آمریکایی را 10 سامانی و 20 دیرم و یک یورو را 10 سامانی و 71 دیرم مقرر کرده است. معمولا در بانک های تجارتی قرب اسعار فرق می کند. این بود سرخط خبرها و خبرهای بیشتر را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه انتظار باشید. خدا نگهدار.